سلام. به سفر خانوادگی ما خوش اومدید. من مسعود نیکر و من شیرین رئیسی هستم. ما یه خانواده هنرمند و گردشگریم که اومدیم تو سیستان و بلوچستان داریم سفر می‌کنیم. کفش خریدیم. الان اما قراره که بریم برای مسعود جان باسکت بزنیم. ریخته ها انقدر رنگا متنوع و انقدر پیچیده است که باید اینجا شیرجه بزنی وسط اینا. آقا اصلا باسکت چرا میپوشن؟ اینش هم یه آخوندیه دیگه. دستا رو میبری بالا، ها اینو ور میکنی خودش میاد. تکنیکو دیدین تو به خدا؟ اینجوری احساس میکنم که تبدیل به یک تاجر بلوط شدم. اگه بخوای باهاش ست کنی قشنگ نیست. اصلا قانون زیر رو شد. از قانون خوشم. خیلی قرفمون نقده اینجا خیلی زیاده. فکر نکنی اینقدر راحته. بشیم آقا روشن. اونا همه رو بگیم، اونا همه رو بگیم دارن همه میمیرن اونجا.